میرزا نبی، آیا درباره شرایط آوازدهی شهروندان تاجیکستان در خارجه در این نهاد چی میگن؟ کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان امروز با پخش یک خبر در دایره برنامه آمادگی به انتخابات مجلس نمایندگان که 1 مارس سال آینده برگزار خواهد شد در رابطه با تأسیس نقطه‌های رای در گوشه‌های دنیا خبر داد. از جمله طبق این خبر گفته می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات در نظر دارد در 28 کشور جهان که تاجیکستان سفارتخانه و کنسولگری دارد 35 نقطه رای تأسیس خواهد داد تا اینکه شهروندان تاجیکستان که در هر گوشه دنیا زندگی می‌کنند و به سر میبرند میتوانند 1 مارس بیایند و به خاطر پشتیبانی از نامزد شایسته کرسی آینده مجلس نمایندگان رای خود را بدهند. شما همچنان پرسیدید که چرا در روسیه محل کار صدها هزار مهاجر تاجیک همگی 3 участке رای دهی باز می شود؟ بله، واقعا این یک سوال خیلی جالب است که بعد از پخش این خبر در ذهن شاید هر یک شهروند تاجیکستان که از این خبر آگاه می شوند این سوال پیدا شود که چرا مثلا در کشورهایی که شهروندان تاجیکستان خیلی زیاد زندگی میکنند و به کار و زندگی مشغول هستند همگی یعنی نقطه رای کم سازمان داده می شود و در کشورهایی که در اونجا شهروندان تاجیکستان کم به سر میبرند در اونجا نقطه های رای بیشتر سازمان داده و بر راه مانده شده. از جمله چنانه که طبق این سوال ما با کمیسیون مرکزی انتخابات مراجعت کردیم و سبب این را پرسان شدیم، آنها گفتند که از بس که خصوصا در افغانستان که در اونجا 4 نقطه رای باز کرده می شود و در روسیه 3 نقطه رای باز کرده می شود، کمیسیون مرکزی انتخابات در پاسخ به این سوال گفت که از بس که در افغانستان وزارت خارجه تاجیکستان سفارتخانه و 4 سفارتخانه و کنسولگری دارد، از جمله در کابل، در فیض آباد، کندوز و مزار شریف. از این رو در اونجا 4 نقطه رای باز کرده می شود. اما در روسیه با وجود آنکه در اونجا شهروندان تاجیکستان با تعداد صدها هزار، همون طوری که کمیسیون مرکزی انتخابات ذکر می کند که نزدیک 800 هزار شهروندان تاجیکستان زندگی می کنند و سازمان های بین المللی می گویند که بیشتر از 1 میلیون نفر تاجیکان در اونجا کار و زندگی می کنند، همگی 3 نقطه رای باز می شود. پاسخ این بود است که در روسیه وزارت خارجه تاجیکستان سفارتخانه در مسکو دارد و در اوفا و یکاترینبورگ همگی یک تایی کنسولگری دارد. و این را هم باید بگویم که در رابطه با این مسئله کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت که واقعا امروز شهروندان تاجیکستان از همه بیشتر در روسیه به سر میبرند، ولی از بس که موافق قانون انتخابات تاجیکستان و قانون‌های جاری تاجیکستان که نقطه‌های رای در سفارتخانه و در کنسولگری باز کرده شود، از این رو در روسیه همگی 3 نقطه رای به راه مانده خواهد شد که روز 1 مارس سال 2015 شهروندان تاجیکستان هر نفری که در هر گوشه جهان به سر میبرد میتوانند بیایند و رای خود را به نامزد شایسته خود بدهند. تشکر. تشکر. میرزا نبی خالقزاد، همکارم از شهر دوشنبه بود.